درود میگم برای همه بچه‌ای که این ویدیو را در فیسبوک، در اینستاگرام یا در صفحه یوتیوب ما میبینن و ما در یک محل شهر دوشنبه قرار داریم. ساعت هم نزدیک به 7 است بعد از 2 دقیقه و این محل میان محله 104 مایکوسی و دورتر فابریکه شیرین است که هر صبح با آمدن قطار خط سیر دوشنبه سرحد ازبکستان سری آسیا اینجا یک بازارچه معمولی تشکیل میشه. با آمدن مال و محصولات اولی نیاز مردم در دوشنبه یکی از نقطه های اولی تقسیم مال و محصولات از جمله میوگی و سبزیجات موسمی در شهر دوشنبه است. و خوشبختانه یک خوش خبر همین است چند وقت اخیر در سامانه ها در شبکه های خبری که کووید 19 در تاجیکستان هرچی کم شده است، گرفتارا کم شده استند، بیمارا و مرگ و میر کم شده است. خوشبختانه و متخصصا توصیه میکنند از اول که برای وضع اون داروها و آنتی بیوتیک هایی که هست ما باید از میوه های بهاری و از اون سبزیجات و از اون محصولات پولیزی که در کشور با موسم برآمده است باید زیادتر استعمال کنیم. و بیاید یک بار وارد میشیم و میبینیم در این نقطه همون چند میوه بهاری و چند محصولات پولیزی نرخش چقدر میایستد. با ما باشید رفتیم. خاله جان السلام. شما اینجا چک میتین؟ چند سوم چک میتین؟ چند سوم چک میتین؟ آها. خاله جان کلوبیک چند سومه؟ هست که نه کلوبیک کجا این خاله جان؟ همین سالی گذشتم 12 سوم بودم این کلوبیک. نمیدونی. اکا کلوبیک که 11 سوم. ای شما یا؟ بخشش من سیونکک نکردم. سال گذشته همین نرخ 11 سوم بود که سال گذشته چند بود همین نرخ که؟ من نمیدونم من خریدارم. من خریدارم من کشیدنی رفتم. نمیگه نرخ چنده 11 سوم؟ 11 سوم. ای کجا اومدگی؟ نمیدونم ای کجا اومدگی ای پویز اومدگی. کلوبیک چند سوم نرخ شکه؟ 11 10 میشه. سال گذشته چند بود همین کلوبیک که؟ همین بوده؟ نرخ 11 سوم قیمت یا ارزان به فکر شما؟ نورمال ارزان. میانه یا؟ میانه. برای تو چند سوم خاله جان؟ 7 سوم. سال گذشته چند بود این توت؟ نمیدونم. توتی خونگی تو نه؟ نه همسایه. چند سوم خرید آورده تو اجاره؟ نمیدونم. ولی گفتم برف فروش گفتم. برف فروش. ها. 7 سوم کیلوش ها؟ قیمت چش. 4 سومی. چشیدن گرفته مثلا. خاله جان به فکرتون 7 سوم قیمت یا ارزان برای مردم شهر همین نرخ؟ سیونکه نکنم شما را خیلی مایل توتونه. مایل شما را نشون دادن 6 7 سوم قیمت یا ارزان خاله جان؟ ارزانه اونجا در ارزانه یا؟ ما من دهقان 6 ساده. رحمت شما دارم. این زردالو چند سومه؟ زردالو افوی. اکا بخشش. یلا زمان سیونکه کنم زردالوی کجا یک 13 سوم؟ قرغان. زردالوی طرف از نامده. برای بزرگ من میخوام فهم که همین 13 سوم سال گذشته 13 سوم بود یا ارزان تر بود سال گذشته؟ نمیدونم. اکا بخشش یلا داشتن. گلوس چند سومه؟ گلاس 20 سوم جایش. 20 سوم. اکا بخشش من یک لحظه سیونکه کنم. این گلوس کجا است 20 سوم؟ شهریناو. سال گذشته چند سوم بود گلوس؟ سال گذشته سوم نبودم در اصل. نبود. همین سبب چیست که 20 سوم خیلی قیمت واسه با بودجه مردم دوشنبه خیلی قیمت است 20 سوم. چه قیمتاش نداره؟ من ادری با 18 سوم آوردم. شما ای دهخون 18 سوم گرفتین. ای دهخون شهریناو. من فهمم که 50 کیلومتر راه اومدم. آها. برای کار شما داره کجا؟ برای کار. نرمال تو چند سوم؟ تو 7 سوم جایش. 7 سوم. همین گلوس تو در خرید هیچ بغیر از یک دورو دیگه هیچ چیز نمیره. چه قیمت میفروشه دهخون؟ گلاس ویش نه قیمت اختم میدونید. برای کار. قیمت ای گلوس. ولی بیزنس نه اخی. ای قبل تو ترجمه کردی بخرم میگه. بیننده عزیز صفحه فیسبوک یا یوتیوب یا اینستاگرام ما از مردم دور شدیم میتونیم اینا بگیم برای خودمون و واقعا ما با قاعده های مدیری ویروسی بردیم بزرگ شدیم این چیزا. اولین چیزی که مرا نگران کرد بودن چنین بازارها در دوشنبه خیلی زیادن، بازارهای موقتی 1 ساعت و 2 ساعته که اونجا تقریبا قاعده های ضد ویروسی تقریبا رعایت نمیشه، فاصله نیست و اینجا پوشیده‌اش نیست. واقعا اینجا نگران کننده است. ولی خوشبختانه کووید در دوشنبه و در تاجیکستان شمارش خیلی کم شده ایستاده و با یک معاش 1000 سومه که کارگر میانه در تاجیکستان میگیرد
اگر شما تصور کنید که ما 250-300 سومون خرج آرد و روغن و کارتوشکا و پیاز و شکر و مکرون و این چیزا کنیم که محصولات اولی نیازی ما است و 250 دیگه هم خرج اندازه برق و آب و دیگر خدمت رسانی‌های کمونالی شود و اگر درآمدی همسر باشد در اویله اون خرج دیگر کارهای تازگی خانه از جمله صابون و شامپو و این چیزا شود و از اون 1000 سومون ما اگر یک 250 سومون مبادا برای زادروز و خبرگیری کسی و یگان بیماری من سر شود با اون 300 سومون به نظرتون ما کی میتونیم گیلاس و توت و زردآلوی 15 سومونه و 20 سومونه و 10 سومونه خریداری کرده بخوریم این واقعا جای بحث است. خب حرف دیگری که من میخوام بزنم با اون برادرایی که زیر این نوار حتما نظر مینویسن من واقعا اگر هر نظری تهدید تحقیر باشد من حتما اون نظر رو پاک میکنم با اجازه و فقط یک چیز میگم که واقعا من شخصا خودم شکرانه از این آبادی آسودگی تنجی میکنم. من و نسل ما شخصا همون نسلی هست که ما میدونیم که سرک چی است یعنی ما سرک میچیندیم از پشت کمبه کلخوزی و اون دانه کرده میفروختیم تا اینکه لباس و دیگر لوازمات مکتبی بخریم. من میدونم که بوی نان جواری چی است من میدونم که سلاح چی کار به انجام میرساند من میدونم که جنگ شهروندی چی بود ما چی عزیزامون با سلاح یا با بیماری های موسمی که اومد از دست دادیم واقعا شکرانه واقعا ولی این گونه مسائل رو ما گاه باید بررسی کنیم و من فکر میکنم که بررسی چنین موضوع ها نیز جای بحث است. موضوع سومی که من در این گزارش کوتاهمون با بحث میکشم این همون معاش حد میانه ای که کارگر عادی که قوه کاری اساسی تاجیکستان امروز از 25 تا 35-45 سال تشکیل میدهند و اکثرا از 800 تا 1200 300 سوم معاش میگیرند و ایوای اگر با این معاش این کارگر در شهر دوشنبه یا بختری خوجند یا خاروق اجاره نشین باشد ایوای شما خودتون بدونید که با این معاش میتونیم از کجا چی بخریم و چی بخوریم در این حالتی که کووید 19 خوشبختانه کم شده است ولی در دیگر موسم ها هم و اینم واقعا من فکر میکنم که بحث سومی هست که امروز در این ویدیو گزارش کوتاهی ما به میان آمد. حرفی اخیر آفرینت برادر که به این حد زنده باوری داری به این ناباوری. ما البته یک تاجیکستان آباد آسوده پیشرفته در روی دنیا ساخته ایستادیم و میسازیم. نیست بود کرونا زنده بود صلح و ثبات آرامش در روی دنیا. دلیر مملی بودم. پدرود.